سلام، حال شما خوبه؟ مرسی. ببخشید آقا میخوان تشریف بیارن؟ قراره بله انشالله بیان طرف. خدا میان طرف قربان؟ حتما میان. بله انشالله. چی میخوایم بگیم به آقا؟ من عاشق رو شدم، خوب ببینم انشالله که میبینیمش. تا زمانی که امام خمینی تشریف داشتن سعادت دیدنشون رو پیدا نکردم. الانم نمیدونم چجوری آقا رو باید ببینم. خدا میدونه از صبح سر تو اصلا نمیشناسم خودم. ببینم حالا قربای مای مستضعف هم آقا میان. بله حتما میان انشالله. ما در خدمتتون باشیم زیارتشون کنیم. زنده باشه انشالله. این چه روز خوبیه، خیلی روز خوبی. اگه آقا بیان واقعا برکت رو برای ما میاره. انتشارات دارین شما؟ بله پیام کلیده. پیام کلیده. بله زنده باشید. خیلی سلامت ممنون از باشید، لطفتون. قربون شما بشم، خسته نباشید. اگه من آقا رو ندیدم سلام ما رو برسونیم بهش. دیگه خیلی میخوامش، خیلی دوستش دارم، نوکرش. وای چه کتابای قشنگی. اصلا این دوربینم که من اینجا نمیبینم. وای چقدر اتفاقیه. یه دوربین، چقدر اتفاقی من این دوربین رو دیدم. وای سلام علیکم. ببخشید آقا میخوان تشریف بیارن؟ بله میخوان تشریف بیارن. ای وای خدا خیلی احساساتی شدم. از این ور میخوان تشریف بیارن یا از این ور میخوان تشریف بیارن یا هنوز مردداً شک دارن؟ حتما میان. بله میان. ببخشید متوجه نشدم چی گفتید. چیزی گفتید؟ نه داشتم میگفتم اون زمان که امام خمینی بود من هنوز هنرپیشه نشده بودم، ولی الان که بازیم تازه گل کرده نمیدونم چجوری مقام عظما رو نگاه کنم. اینجوری نگاه کنم، اینجوری نگاه کنم، اینجوری نگاه کنم. یعنی یه جورایی موندم. کاش یه درخت اینجا بود، یه تیکه براشون فیلم هندی می اومدم. نه چیکیری مه پوک چیکیری. از صبح که شنیدم آقا میخواد بیاد سرم داره با پام پنالتی میزنه. ببینم آقا غرفه ما چاپلوسا و بادمجون دور قابچینا هم میان؟ بله حتما میان. ای وای خدا امروز خیلی روز خوب. خراشیر میدن، گوسفندا ار میکنن، بوی خوش پرنده ها بعبع کلاغا همینجوری دارن. اگه آقا بیان به در و دیوار غرفه ما برکت میریزن. غرفه دارین شما؟ بله همون ته راه رو اگه شما تشریف بیارید. من واقعا خودم نمیدونم اونجا چجوری منتظرشون باشه. تابلو هم داره روش نوشته WC. اگه من اونجا نبودم به آقا بگید من خیلی دوستشون دارم، نوکرشم، کنیزشم، اینورشم اونورشم. دم چیز بابا یه جورای 6 رقمه دوستت دارم. خیلی طالبتم میتونه داداش. شماره حساب ما هم ایدی بهش بده قربونت برم. آره 36 تا 0 پیش خیلی کرتم بهش بگو خیلی میخوامش. 6 رقمی وایسا آقا رو کرتم. اوه خدا نمیدونم چی کار کنم.